شما میتونید به جنایات طالبان و داعش در سرتاسر جهان مراجعه بکنید. ما ناچاریم که در معرض چنین تکنولوژی قرار بگیریم و یا برخی از افرادی که کوتاه‌قد هستند دارای عقده حقارتن، با وجود افرادی مثل شما وضع دانشگاه‌ها اصلاح پذیر. اینها مهمترین واقعیاتی هستند که شایسته انتقاد هستند. ماجرا چنین به نظر می رسد. بنابراین ماجرا چنین است. اینها مهمترین واقعیاتی هستند که دیدگاه ما به موضوع رو تبیین می کنند. بنابراین اینها مهمترین واقعیات هستند. این کشورها دوستان ما هستند. بنابراین شایسته ستایشند. این کشورها دشمن ما هستند. بنابراین شایسته انتقاد هستند. این موضوعات برای خوانندگان ما و مخاطبان ما جالب و هیجان انگیز هستند. بنابراین این موضوعات مورد بررسی قرار می‌گیرند. اینها اصل‌هایی هستند که غالب رسانه‌های خبری به عنوان پیش‌فرض این اصل‌ها را قرار میدن. من محمد رضا واعظ، پژوهشگر فلسفه و مدرس دوره‌های استدلال ورزی در رسانه‌ها، در این دوره در خدمت شما هستم تا با همدیگه با شناخت برخی از مهمترین مقالطات به بررسی برخی از رویدادهای خبری در جهان بپردازیم. در شاخه فلسفه تکنولوژی ابتداعاً به عنوان ابزاری برای تأمین اهداف و نیازهای انسان. ما از تکنولوژی استفاده می‌کنیم تا زندگی بهتر و آسانتری داشته باشیم. اما نگاه دیگری هم در تکنولوژی وجود داره. نگاهی که توسط فیلسوفانی همچون ایلول و هایدگر ارائه شد. ایلول و هایدگر بر این باور بودند که تکنولوژی خنثی نیست. تکنولوژی همچون چاقویی نیست که بستگی به کاربر اون داشته باشه که در جهت هدفی مثبت استفاده بشه و یا هدفی منفی. برای مثال ما تکنولوژی اتمی رو داریم. شاید در ابتدا ما تکنولوژی اتمی رو در جهت تأمین نیازهای انرژی و یا پزشکی ایجاد کردیم، اما آرام آرام می‌بینیم که تکنولوژی هسته‌ای و اتمی سازوکار و مناسبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو در جوامع جهانی در حال تعریف کردن است. یکی از مهمترین تکنولوژی‌ها رسانه‌های خبری و اجتماعی هستند. امروزه می‌بینیم رسانه‌های خبری و اجتماعی به راحتی در حال بازسازی، بازتولید و تولید فرهنگ جدید هستند. ما ناچاریم که در معرض چنین تکنولوژی قرار بگیریم. ما هر روزه، در هر لحظه، در هر دقیقه در بمباران خبری قرار داریم و نیاز به تفکر نقادی داریم تا بتونیم به درستی به تحلیل ادعاها بپردازیم، استدلالها را بازسازی کنیم و سپس از طریق بازسازی مقدمه ها و نتیجه به ارزیابی اونها بپردازیم.